در موقعیت‌های مثل این که نمیدونین قیمت میخواد بره بالاتر یا پایینتر، این مراحلی که میگم رو انجام بدیم. اینجا ببینیم که قیمت اومده پایینتر و نقدینگی این کف رو زده، ولی از کف بعدی برگشته بالا. دلیلش هم اینه که قیمت در این کف پایینتر به FVG سعودی رسیده بوده، یعنی این کف به یه سطح حمایتی رسیده بوده و ازش برگشته و حرکت نسبتا خوبی رو زده. پس اینجا که قیمت نمیتونه این کف رو بشکنه ولی نقدینگی کف بالای اون رو میزنه و بعدش حرکت سعودی قوی هم میزنه، این تایید رو میگیریم که جهت قیمت سعودیه. تایید دیگه‌مون همین اینورژن فیر ولیو گپ هستش که یه سطح مقاومتی بوده ولی حالا که شکسته شده تبدیل به یه سطح حمایتی میشه. پس روی این IFVG میتونیم به معامله خرید ورود کنیم. حد ضرر پایین کف، چون قیمت با این کف نقدینگی کف قبلی رو زده و احتمالاً فعلا پایینتر از اون نمیره. تارگت هم میشه سقف‌های قبلی و میبینیم که قیمت ورودمون رو فعال میکنه و به همون تارگت میده.